توی این قسمت می‌خوایم گوشی منعطف LG یعنی جی فلکس رو بررسی کنیم، قابلیت‌هاشو امتحان کنیم و تجربه کار کردن با یک گوشی دارای صفحه نمایش خمیده رو با هم داشته باشیم. که البته اینو هم بگم که این گوشی میتونه خم یا صاف بشه. با دیدن این ویدیو میفهمید آیا جی فلکس وقتی بیاد ایران به درتون میخوره یا نه. سلام، خیلی خوشحالیم به سومین قسمت آموزش. این برنامه اولین برنامه‌ایه که داره با حال و هوای عین سفره هستی پخش میشه. تو این برنامه می‌خوایم راجع به اولین گوشی منعطف جهان یعنی LG G Flex صحبت کنیم. این گوشی که دارای صفحه نمایش من نوه کوچیکم به من میده مادر محمد تو عیدی نمیخوای نه؟ بلش کن بدش به من عیدی شد. آقا من رفتم. بابا خیلی خوب باش. این گوشی اولین گوشی خمیره دنیا نیست، ولی اولین گوشی انعطاف پذیر دنیاست. پس بعد نیست با هم بریم بهش نگاهی بندازیم. این گوشی با داشتن صفحه نمایشی به بزرگی 6 اینچ و روشنایی بی‌نظیری که داره جای حرفی برای انتقاد باقی نمیذاره. بعضیا شاید رزولوشن کم صفحه رو نقطه ضعف این گوشی بدونن، ولی به لطف تکنولوژی OLED صفحه نمایش بسیار روشن و واضحه. وقتی برای اولین بار گوشی را دستتون میگیرید میبینید که چقدر بزرگه، ولی کم کم بهش عادت میکنید. خمیده بودن گوشی هم کمی کار کردن رو باهاش آسان‌تر میکنه. فقط زمانی بزرگی این گوشی رو حس میکنید که گوشی رو کنار گوشی مانند نکسوس 5 که خودش گوشی کوچکی نیست بذارید. به لطف طراحی اسنپ دراگون 802.26 گیگاهرتزی و رم 2 گیگابایت شما روی کاغذ نباید مشکل سرعت داشته باشید، اما هنگام بازی با آسفالت 8 ما متوجه کندی شدیدی در هنگام بازی شدیم که تعجب برانگیز بود. ولی غیر از بازی سرعت دستگاه عالیه و انیمیشن ها بسیار سریع و بدون هیچ مشکلی انجام میشن. لذت وبگردی هم با صفحه نمایش بزرگ این گوشی هم به اوج خودش میرسه. شاید بزرگترین نقطه قوت این گوشی باتری آن باشد که بی‌نظیر است. نه تنها از کله سحر تا نیمه شب باتری دارید، بلکه اضافه هم میارید. در زمینه نرم افزار و امکانات جی فلکس شما را ناامید نخواهد کرد. امکاناتی مانند دوبار لمس کردن صفحه برای روشن کردن صفحه و یا مالتی تاسکینگ به معنی باز کردن دو اپلیکیشن در یک زمان از قابلیت‌های این گوشی هستند. اما در زمینه بروزرسانی نسخه آخر اندروید LG کمی کمکاری کرده و این گوشی هنوز از اندروید جلی بین استفاده می‌کند. البته LG وعده بروزرسانی این گوشی به اندروید کیت رو داده. متاسفانه دوربین این دستگاه انتظاراتمون رو برآورده نکرد. درسته که اگه نور خوبی تو محیط باشه عکسای خوبی هم میشه با جی فلکس گرفت، اما در کل شاهد دوربین ضعیفی هستیم. در آخر اگه 2 میلیون تومان دارید که میخواید صرف گوشی کنید و علاقه‌مند گوشی‌های متفاوت هستید، LG G Flex بهترین گزینه ممکنه. در غیر این صورت بهتره که چند ماهی صبر کنید تا گوشی‌های خمیده و منعطف به بلوغ خودشون برسن. حالا میرسیم به بخش پرطرفدار این برنامه، یعنی خسته‌ترین و بهترین وبسایت. برای بهترین وبسایت این هفته ما وبسایت دمنتور رو انتخاب کردیم که به نظرم هم شیک اومد هم کارایش خوب بود. این وبسایت
برای طرفداران سرسخت هری پاتر هستش که سرشون سخت، خیلی وبسایتشون هم خیلی خوبه و ما هیچ ایراد خاصی نتونستیم از وبسایتشون بگیریم و خیلی ذوق زده ایم قشنگ برای وبسایت جدیدشون که داره برای آینده طراحی میشه. بله دیگه، حالا اول شدن، دست بزنیم براشون. و نشان خزه طلایی این هفته میرسه به پایان داتایار. بله، این وبسایت به شما اجازه میده که بلیط اتوبوس رو از طریق اینترنت بخرید. خب خیلی ایده خوبیه، خیلی هم باحاله، منتها کارایی این وبسایت خیلی ضعیفه. برای مثال ما برای سفر به استان لرستان سرچ کردیم، دیدیم کلا برنامه اتوبوس نیامد. کلا برنامه اتوبوس نبود که ما بخوایم بخریم. استان اصفهان هم سرچ کردیم، دیدیم کلا نیست. حالا یا دیتابیس سایت اشکال داره یا اینکه کلا سایت اشکال داره. به هر حال، و اینکه شما باید تو این وبسایت عضو باشین تا بتونید ازش استفاده کنید که کلا خیلی پروسه وقتگیریه. و میرسیم به باحال ترین بخش این سایت که اون سمت راست بالاشه که یه عکس از ایران قشنگ به اون نشون میده، خیلی شیک و مجلسی، منتها یکم به نظر ما خز اومد که اونجا باشه، ولی حالا دیگه تصمیم با شماست. در آخر هم دوست داریم به این سایت تبریک بگیم و آرزوی موفقیت براشون بکنیم. برنامه خاصه، مخاطباش هم خاصه. آقا یه نفر یه کانسپت گوشی برامون فرستاده که این گوشی انقدر باحاله الان اپل و سامسونگ فکشون زمین رو لمس کرده. بله، یه تشکر ویژه ما به آقای شایان بابایی فرد میکنیم که اینو برامون فرستاده و اگه شما هم همچین کانسپت هایی دارین فراموش نکنید که میتونید حتما با آدرس ایمیل ما بفرستید.